مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت سوخت روز 8 اکتبر سال 2023 در شماره نوبتی برنامه ملی خبر می‌دهد اساسکار شدن باز یک حالت پایمال کردن قانون تنظیم و جشن و مراسم از جانب ناظران منطقوی ملیسا در شهر خوجند خبر داد. بنا به گزارش اکبر شریفی سخنگوی ملیت ولایت سوخت ساکن خوجند ملاحت محمود و سانه 2 اکتبر سال 2023 در وقت کوری در کاوخانه سیبرگه در محله 34 شهر خوجند معرکه داموطلبان را با دعوت بیش از 30 مهمان برگزار کرده است. ملیسا گفت ماموریت کاوخانه هم بدون بستن قرارداد به برگزاری این معرکه اجازه داده است. طبق ماده 10 قانون تنظیم معرکه ها، معرکه داموطلبان یا عروسبینان باید در حلقه عائله و با اشتراک تا 15 نفر به طور اختیاری گذرانیده شود. در رابطه با این حالت ویران کردن قانون تنظیم پروتکل ماموری ترتیب دادند. به ملاحت محمود و بر اساس ماده 481 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان جریمه به مبلغ 7480 سامانی تهدید میکند، ولی حجم جریمه ماموریت کاوخانه سیبرگه میتواند تا 51000 سامانی را تشکیل دهد. وقتهای آخر از خوجند درباره ویران کردن قانون تنظیم خبرهای زیادی به دست میرسند. قانون تنظیم و رسم آیین که سال 2007 قبول کرده شد، سال 2017 طلباتش بازم شدیدتر کرده شد. از جمله قانونهای عجیب الغریب قبول شده در تاجیکستان است که در مطبوعات بین المللی همیشه به بعد مسخره کشیده می شود. حامیان حقوق نیز این قانون را یک علامت برجسته دخالت مقامات به حریم حیات شخصی مردم و نقض حقوق و آزادی‌های انسانی شهروندان تاجیکستان می نامند.